بچه عزیز، گروه ایجادی شما را باز به تماشای برنامه نوبتی هفت رنگ دعوت میکند. بیایید امروز به سیر عالم افسانه های دوست داشته شما میبریم و روی لوحه را با رسم کلچه و روباه آرام میدهیم. اگر شما آماده کار باشید پس شروع نمودیم. ما لوحه را با تصویر رسمی روباه شروع میکنیم و اول قسمی سری روباه را تصویر کرده پس آن میگذاریم به قسم‌های دیگر. اینجا یک گوشش را تصویر کرده، اکنون گوش دیگرش را نیز به نظر نمایان میکنیم. اکنون دیگر قسم‌های کله‌اش را نیز تصویر کرده، اکنون بینیش را اشاره میکنیم. ما تصویرمان را دوام میدهیم و دهان روباهک را میل به تبسم تصویر میکنیم. حاضر باشد ما میگذاریم به تصویر چشمانش که از این قسم شروع کرده. اول گردی چشمانش را اشاره کرده، اکنون خودی چشمش را نیز تصویر میکنیم. با مژگان ها آرا داده قسمی درونی چشمش را نیز به نظر نمایان میکنیم. همینونه. بچه عزیز، بیایید تصویر رسمی روباهک را ادامه میدهیم. تصویرمان را دوام میدهیم و در کتف روباهک یک روی مال را نیز تصویر خواهیم کرد. یک نوگی روی مال را به نظر نمایان کرده، اکنون میگذاریم به تصویر دستانی روباه. یعنی آستینش را اشاره کرده، اکنون دستهایش را نیز با پنجه هایش اشاره میکنیم. این دستی دویمش را نیز تصویر کرده، آن را تا آخر پر میکنیم. ما تصویر روی مالی روباهک را دوام میدهیم، آن را به آخر رسانیده اکنون میگذاریم به تصویر پیراهن روباهک. اکنون یک پیش دامن را نیز تصویر میکنیم و بعد از این در تن روباهک یک پیراهن را نیز به نظر نمایان میکنیم. میمونه بندهای پیش دامن را اشاره کرده، اکنون پایهای روباهک را نیز حاضر اشاره میکنیم. یک پایش را با پنجه هایش تصویر کرده، میگذاریم به پای دیگرش. رسمی روباهک تا رفت پورتر و زیباتر میگردد و قسمی پایهایش را پوره کرده، اون پیراهنش را نیز با این اشاره ها آرام میدهیم. اکنون میگذاریم به تصویر دومی روباه. دومی روباهک را نمونه زیبا به نظر نمایان میکنیم و داخلی آن را نیز با این اشاره ها پر میکنیم. بچه عزیز، اکنون با تصویر کلچه یک ما روی لوحه را باز پورتر میکنیم. ما تصویر کلچه یک را در بالای بینی روباه نشان میدهیم که گویا او در بالای بینی روباه
سرود می سراید. اکنون دهان گلچه‌ک را اشاره کرده و آن چشم و بینی نیز تصویر میکنیم. چشمانش را پورا کرده خیلی ابروانش را نیز نمایان میکنیم. داخلی چشمانش را نیز پورا کرده تصویر را باز هم پورا تر میکنیم. بچه عزیز، باید منظره روی لوحه را با تصویر یک کندچه باز هم پورا تر میکنیم. از این کنجی لوحه شروع کرده ما یک کندچه را تصویر میکنیم. این ریشه هایش را نیز نشان داده از هر طرف با آن یک نمودی زیبایی میبخشیم. بچه عزیز، باید اکنون میگذاریم به تصویر راهروی منظره. ما تصویر راهرو را از همین نقطه شروع میکنیم. اینگونه پیوست کرده منظره را باز هم زیبا و پورا میگردانیم. برای نشان دادن محیطی بیش‌ازار باید روی لوحه را با رسم بوته و درختان آرام میدهیم. ما تصویرمان را از همین نقطه شروع میکنیم و از این نقطه شروع کرده یک درخت را تصویر میکنیم. تنه درخت را نشان داده از آن یک چند شاخه ها را نشان میدهیم. یک دو شاخه دیگر اکنون برگ های درخت را نیز به نظر نمایان میکنیم. ما تصویرمان را دوام میدهیم و هر جا برگ های درخت را نشان میدهیم. میگذاریم به قسم دیگری لوحه. اینجا نیز یک درختی خردکه را نیز به نظر نمایان میکنیم. با تصویر درختان منظره ما طرف پورتر میگردد. این شاخه ها را نشان داده تصویر منظره را باز هم زیباتر میگردانیم. بچه عزیز، باید در دستی روی باهک سبچه‌اش را تصویر میکنیم. ما اول دستش را تصویر کرده اکنون خودی سبچه را پورا میکنیم که رسمی روی باهک را باز هم پورا و زیبا میگرداند. در بالای سبچه یک ریمالچه را تصویر کرده اکنون با این اشاره ها رسمی سبد را پورا میکنیم. رسم تا رفت پورا میگردد. بچه عزیز، ما تصویر لوحه را با استفاده از قلم عادی پورا به انجام رساندیم. اکنون میگذاریم به رنگ و بار آن. برای این ما روی شیشه رنگ نارنجی را آماده میکنیم. رنگ نارنجی هم روی شیشه تیار کرده شد. با این رنگ میگذاریم به رنگ و بار رسمی روی باهک. نازکانه و آرامانه ما بعضی از قسم های روی باهک را رنگ و بار میکنیم. قسم های گوشش را نیز رنگ پوش کرده همین گونه آهسته آهسته به قسم های پایانی میگذاریم. اینجا را نیز قسما رنگ و بار کرده زیری گردنش را نیز پورا میکنیم و با همین رنگ میگذاریم به رنگ و بار دستانش. رنگ و بارمان را دوام میدهیم و دستهایش را نیز قسما رنگ و بار میکنیم. دستهایش را اینگونه
پورا کرده میگذاریم بر رنگ و بار دومش. آهسته آهسته و نازکانه رنگ و بارمان رو ادامه میدهیم. این رو نیز پر را میکنیم میمونه و آهسته آهسته تا قسم پایانی رنگ و بار میکنیم. رنگ و باری دوم رو پر کرده اکنون میگذاریم به رنگ و باری پایه های روی باهک. این رو نیز قسما رنگ و بار کرده پای دیگرش رو نیز پورا میکنیم و با همین تصویرمون رو باز هم زیباتر میگردونیم. بچه عزیز، رنگ نارنجی روی لوح الکی خشک شد. اکنون ما با استفاده از موی قلم مهین و رنگ سیاه چشم و بینی و دهان روی باهک را پوره میکنیم. موی قلم مهین را انتخاب کرده رنگ سیاه را آماده میکنیم و میگذاریم به رنگ و بار. اول بینیش را آهسته و نازکانه اشاره کرده اکنون میگذاریم به رنگ و بار داخلی چشمی روی باهک. داخلی چشمش را نیز پوره کرده اکنون گرد و اطراف چشمش را پوره میکنیم. میچکانهایش را نیز اشاره کرده این قسم پایانی دهانی روی باهک را به نظر نمایان میکنیم. بچه عزیز، بیاید برای رنگ و بار رسم کلچه ما روی شیشه رنگ جگری پست را آماده میکنیم. رنگ جگری هم روی شیشه تیار شد. با این رنگ میگذاریم به رنگ و بار کلچه. با شکل دوره ما رسم کلچه یک را رنگ و بار میکنیم و همین گونه قسمای پایانی را نیز با این رنگ پوش میکنیم و همین رنگ را استفاده برده رسم سبچه را نیز رنگ و بار میکنیم. همین گونه دسته سبچه را پوره کرده آهسته آهسته خودی سبت را رنگ و بار میکنیم و با همین سبچه ما نیز رنگ و بار کرده شد. ما باری دیگر از موی قلم مهین و رنگ سیاه استفاده برده رسم کلچه را پوره میکنیم. موی قلم مهین را انتخاب کرده رنگ سیاه را آماده میکنیم و میگذاریم به رنگ و بار. نازکانه داخل چشمانی کلچه یک را پوره میکنیم. گرد و اطراف چشمانش را نیز اشاره کرده اکنون میگذاریم به چشم دیگرش. این را نیز پوره کرده کمی ابروانش را اشاره میکنیم و اکنون گرد و اطراف دهانش را نیز به نظر نمایان میکنیم. همین گونه بیایید میگذاریم به رنگ و بار سر و لباس روی باهک و برای این ما از رنگ سبز استفاده میبریم. رنگ سبز هم روی شیشه آماده گشت. با این رنگ میگذاریم به رنگ و بار روی مال گردنی روی باهک. روی مال گردنش را پوره کرده آهسته آهسته با همین رنگ پوش میکنیم و قسمای پایانیش را نیز پوره کرده رنگ و بارمان را با آخر میرسانیم. بچه عزیز، بیایید شروع میکنیم به رنگ و بار پیراهنی روی باهک و برای این ما از رنگ سرخ استفاده میبریم. انا رنگ سرخ را هم تیار نمودیم. با این رنگ میگذاریم به رنگ و بار پیراهنی روی باهک. اول آستین هایش را رنگ و بار کرده و همین میگذاریم به آستین دیگر و من باوری دارم که بچه عزیز شما نیز همراه من رسم های خویش را
رنگ بار کرده ایستاده. همین گونه پیراهنش رو پوره کرده آهسته آهسته میگذاریم به دامنش. نازکانه دامنش رو نیز رنگ بار کرده رو پوره میکنیم. اکنون میگذاریم به رنگ باری پیش دامنی روی بوهق و برای این ما از رنگ کبود استفاده میبریم. رنگ کبود را آماده کرده میگذاریم به رنگ بار. از همین نقطه شروع کرده ما پیش دامن را رنگ بار میکنیم و این نقش ها رو که ما تصویر کرده بودیم باقی میگذاریم و پس آن قسم های پایانی پیش دامن رو نیز رنگ پوش میکنیم و با همین رنگ میگذاریم به رنگ باری روی مالچه بالایی سبد. این را نیز پرگی رنگ بار میکنیم. اکنون برای رنگ باری کندچه منظری لوحه ما روی شیشه رنگ جگری را آماده می نماییم. انا رنگ جگری هم تیار کرده شد. با این رنگ شروع میکنیم به رنگ باری کندچه. آهسته آهسته ریشه های کندچه را نیز رنگ پوش کرده میگذاریم به قسم های دیگرش. کندچه را رنگ بار کرده با همین رنگ میگذاریم به رنگ باری تنه درختی دیگر. از قسم پایینی شروع کرده تنه درخت را رنگ بار میکنیم و آهسته آهسته میگذاریم به شاخه هایش. شاخه های دیگرش را نیز رنگ بار کرده کمی و بالا اشاره میکنیم. اکنون برای رنگ باری راه روی منظره ما از رنگ زرد استفاده برده آن را رنگ بار میکنیم. رنگ بارمان را از این نقطه شروع میکنیم و آهسته آهسته گرد و اطرافی کندچه را رنگ پوش کرده اکنون میگذاریم به رنگ باری زیر پای روی بوهق. آن را نیز نازکانه رنگ بار میکنیم. منظره لوحه ما تا رفت بالاتر میگردد و با این رنگ یک نمودی زیبایی بر خود میگیرد. چه خیلی که میبینید بچه عزیز با این رنگ ما راه روی منظره را پوره رنگ پوش کردیم. بچه عزیز باید شاخه های درخت را با برگ های سبز آرام میدیم و برای این از رنگ سبز استفاده میبریم. انا رنگ سبزی بلند را نیز آماده نمودیم. با این رنگ شروع میکنیم به رنگ باری برگ های سبز. از همین نقطه شروع کرده موافق روشی برگ ها ما رنگ بارمان را ادامه میدیم و آهسته آهسته به قسم های بالایی نیز میگذاریم و چه خیلی که میبینید بچه عزیز رسم درخت تا رفت پورتر میگردد. گرد و اطرافی گلچه را نیز نازکانه رنگ پوش میکنیم و اکنون از جایهای از همه نازک را آهسته آهسته رنگ پوش کرده رنگ و بارمان را با خیر میرسانیم. اکنون ما رنگ سبز و زرد را آمیزش داده سبزه های روی لوحه را رنگ بار میکنیم. ما با احتیاط رنگ بارمان را دوام میدهیم و آهسته آهسته سبزه های گرد و اطرافی راه رو را رنگ بار میکنیم. اکنون میگذاریم به قسم دیگری لوحه. اینجا را نیز با این رنگ پوش میکنیم.
ما رنگ و بارمان را دوام میدیم و اکنون درختان قفای منظره را نیز با همین رنگ آرام میدهیم. ما باز از رنگ تازه گرفته رنگ و بارمان را ادامه میدهیم. آهسته آهسته رنگ و بارمان را ادامه میدهیم و این قسمت را پورا کرده با همین رنگ میگذاریم به سبزهای قسمهای پایانی. آهسته آهسته زیر کندچه را رنگ پوش کرده اکنون با همین طرز گرد و اطراف آن را نیز رنگ و بار میکنیم و منظره را باز هم پورا تر میکنیم. ما بار دیگر از رنگ کبود استفاده برده در فضای لوحه ابربارها را تصویر و رنگ و بار میکنیم. رنگ کبود را آماده کرده میگذاریم و رنگ و بار. ابرپاره یکم را از اینجا شروع کرده تصویر میکنیم. آن را رنگ و بار کرده از پایانی آن یک ابرپاره خردککی را نیز اشاره میکنیم. نمیمونه. اکنون با استفاده از رنگ سبزی بلند ما تاریکی های بوته و درختان را اشاره میکنیم. رنگ سبزی بلند را آماده کرده میگذاریم و رنگ و بار. ما نازکانه کارمان را دوام میدیم و هر جا تاریکی ها و سبزه ها را اشاره میکنیم. ما رنگ و بارمان را دوام میدیم و از همین قسمی لوحه یک چند سبزه ها را نیز به نظر نمایان میکنیم و آهسته آهسته میگذاریم به رنگ و بار قسمی پایانی لوحه. اینجا نیز ما سبزه ها را اشاره کرده آهسته آهسته زیر کندچه را نیز با تاریکی ها آرام میدهیم. ما باز از رنگ تازه گرفته میگذاریم به رنگ و بار درختان قفای منظره. اینجا را نیز با تاریکی ها آرا داده منظره لوحه را باز هم زیبا و دلکش میگردانیم. اکنون بیایید با استفاده از رنگ کبودی پست فضای منظره را رنگ و بار میکنیم. رنگ کبود را اینجا آماده نموده میگذاریم به رنگ و بار. رنگ و بارمان را از همین نقطه شروع میکنیم و آهسته آهسته میگذاریم به مرکز لوحه. اینجا را نیز آهسته آهسته رنگ و بار میکنیم. منظره ما تا رفت پورتر میگردد و حالا ما گرد و اطراف درختان و روی بوهک را نازکانه رنگ و بار میکنیم. گرد و اطراف ابرپاره ها را نیز رنگ و بار کرده آهسته آهسته میگذاریم به قسم های پایان. ما تصویر و رنگ و بار لوحه را پورا به آخر رسانیدیم. ما امروز روی لوحه را با رسم کلچه غیلان و روی بوهک آرا دادیم. در همین جا نمایش امروزی ما با آخر میرسد. خیر بچه عزیز، شاد و پیروز باشید.